یک جوان آمد، آبی چشم داشت، گریه میکرد. گفتم چی شکایت داری؟ شکایتم گفت این است که داملای عزیز گفت من یک ماه شد که زندار هستم، یک ماه شد. وقتی همین زن به خانه آوردم، شب با او خانه‌داری کردیم. دختر سلامت نبود، دختر بیوه بود. لیکن من این سیر را پوشانیدم. حتی پدرم نمیداند، مادرم نمیداند، پدر و مادر این دخترم نمیداند. من این سیر را پوشانیدم. لیکن حیاتم حیات شکاکی است، اونقدر حیات خوبی لذت دار نیست. برای با لذت شدنش از شما میخواهم یک فتوا گیرم. چی فتوا است؟ فتوا همین است که آیا با این گونه زن اسلام رخصت میدهد که زندگی کنم یا نکنم؟ برادرای عزیز، ما با همین عمری نه آنقدر زیاده که دارم، با همین عمر کوتاه خود والله که قریب 100 عائله را من برقرار کردگی هستم. 100 عائله را نگذاشتم که اونها دستی به طلاق زنند، نگذاشتم که کودکای اونها سرسان و سرگردان شوند. من برای این برادر پیشنهاد کردم که اگر تو عیب این دختر اگر ستر کنی، الله عیب تو را ستر میکند. الله در دنیا و در آخرت عیب تو را ستر میکند. این حدیث پیغمبر خداست. همین زن تو را احترام میکند یا نمیکند؟ احترام میکند. پدر و مادر تا احترام میکند، بسیار احترام میکند، بسیار اخلاق خوب دارد. لیکن با این عمل زیش چنگ زده است. و بعداً خودش بیچاره گفت داملای عزیز گفت همین دختر گفت